سلام به همگی، روزتون بخیر. من امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور یک کوکی دو شکلاتی و سالم و خوشمزه درست کنید که بدون عذاب وجدان کیفشو ببرید. من خودم خیلی هوس کوکی دو کرده بودم، ولی به خودم گفتم چرا باید از بیرون بخرم و ندونم که چی توش ریختن و چقدر میتونه ناسالم باشه. پس با مواد اولیه و سالمی که تو خونه داشتم یک کوکی دو خیلی خوشمزه درست کردم. خب من با پودر کاکائو، پودر پروتئینم که اونم کاکائویه و کره بادوم زمینی و ماست، خیلی راحت و ساده همه مواد رو با هم دیگه قاطی کردم و خیلی خوشمزه شد. اگر شما شکلاتی دوست داشته باشین که دیگه عاشقش میشین. و در آخرم من با از این فلت بردای اسپانیایی، از این کریسپی ها ساندویچش کردم و بهترین و خوشمزه ترین ساندویچ شکلاتی دنیا رو جاتون خالی خوردم. حتما درست کنید و کیفشو ببرید. اگه سوالی داشتین حتما ازم بپرسید.